صبح یک شنبه شما بخیر. تو فیلم چند مرد خوب ما شاهد جمله‌ای هستیم که واسه هممون آشناست. وقتی که اون وکیل سرهنگ ارتش رو تو دادگاه تحت فشار میذاره که حقیقت رو بگه، از دهن اون سرهنگ این جمله بیرون میاد: تو از پس حقیقت بر نمیای. جمله‌ای واقعا تکون دهنده ولی خیلی گویا. حقیقت قوی تر از اونه که تو بتونی تحملش کنی. تو انجیل یوحنا عیسی مسیح میگه که حقیقت رو خواهیم شناخت و حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد. اما عزیزان، چالشی که باهاش روبرو هستیم اینه: حقیقت میتونه ما رو آزاد کنه، ولی ما همیشه نمیتونیم از پس حقیقت در بیاییم. این منو یاد جمله یه واعظ قدیمی میندازه که میگفت خدا گناه رو پاک میکنه، نه بهانه ها رو. با این حال وقتی به ذات انسان نگاه میکنم میبینم که بهانه آوردن بزرگترین تخصصی است که داریم. اینکه چطور وقتی حقایق به خودی خودش دارن فریاد میزنند، اغلب به دنبال توجیهات پیچیده و مصنوعی و ساختگی میریم. اتفاقات زندگیم از همون بچگی منو به تنهایی سوق داد و تنهایی هم منو به کتاب خوندن و در عرض 55 سال گذشته داستانهای واقعی زیادی رو خوندم و یا فیلمشون رو دیدم. حتی در زندگیم باشون روبرو شدم که چطور مردم با شرارتی که توش دست داشتند نمیتونند کنار بیان. دیدم که چطور مردان و زنان اغلب با اعتبار علمی و دانشگاهی چطور به طرق مضحک با به کار گرفتن استدلال هایی که واقعا باور نکردنیه شرارت های خودشون رو دارن توجیه میکنن، در حالی که همزمان با اون افراد دیگر رو که به همین درد مبتلا هستند افرادی شیطانی جلوه میدن. عزیزانم، این یک مشکل انسانی است، نه یک مشکل سیاسی، نژادی، تاریخی، جغرافیایی. این یه مشکل انسانیه. چیزی که بهتون گفتم حقیقت تلخیه اما واقعی. این سازوکار توجیهگرانه، این سیستم انکار حقیقت، این عامل پنهان که منو آنن به این سوق میده که دیگران رو به خاطر اشتباهاتشون قضاوت کنم، اما واسه خطاهای خودم فوراً توجیه و دلیل و بهانه بیارم. وقتی عیسی گفت که حقیقت رو خواهیم شناخت، بخشی از این حقیقت عزیزانم شناخت خودمونه. این که بدونیم ما که هستیم، این که چیزی در ما اشتباهه، این که ما نیاز به کمک داریم، به شفای درونی احتیاج داریم، به نیرویی که در زندگیمون مداخله کنه تا بخشای شکسته رو ترمیم بکنه. این اون حقیقتیه که ازش داریم فرار میکنیم. پس امروز کجا ایستادیم؟ آیا هنوز در حال آوردن بهانه‌ها هستیم؟ آیا همچنان رفتارهای خودمون رو توجیه می‌کنیم؟ آیا همچنان نگرش‌های خود را عقلانی جلوه می‌دهیم؟ آیا خود را فراموش کرده ایم و دیگران رو همش مقصر می‌دونیم؟ یا اینکه در جستجوی فیضی هستیم که ما رو دگرگون کنه، ما رو عوض کنه؟ عیسی انسان رو میشناخت. او آمد تا وسیله احیا باشه، وسیله نجات الهی باشه. او در مقام نور اومد به عنوان دری که به قلمرو دیگری باز میشه، جایی که توش نور هست، جایی که توش زندگی هست، جایی که دلها در حضورش باز و هویدان. او این در رو به روی ما باز کرد، به روی همه باز کرد و دعوت کرد نزد من بیایید. عزیزانم، خدا ما رو همان گونه که هستیم دوست داره، بله، ولی اینقدر ما رو دوست داره که نمیخواد ما رو همون گونه
باقی بذاره. اگر بتونیم حقیقت رو بپذیریم، اون موقع حقیقت ما رو آزاد میکنه. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.